Kristna Radio 102,4. Nu följer persisktalande program. بخش فارسی کریستنا رادیو نجات از شهر وخوی کشور سویدن. فیض و جلال و شکوه نام عظیم خداوند ما عیسی مسیح بر زندگی و بر وجودتان جاری باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، و روز یکشنبه تان به خیر و شادی. امیدوارم که روز یکشنبه خوبی را در نام مقدس عیسی مسیح آغاز کرده باشید و همچنین هفته پر از خوشی و شادی در نام مقدس خداوند پیش رویتان باشه. آرزوی ما از کریستنا رادیو وخو همین است. خب با هم یه سرود پرستشی میشنویم و بعد در خدمت شما هست. شکست آن زنجیرهای درد و لعنت و گناه، محبت او در ماست، آزادی از آن ماست. گر بمانی در اتحاد با عیسی، عشق تو بی‌نظیر است، نام تو چه عجیب است. ای فروغ پرجلال، نورت صدایت ملال. روح تو هادی ماست، شادیت قوت ماست. پرستش از آن توست، ای عیسی بهترین دوست. هلاک بودم در گناه، نجات یافتم در عیسی. طاهر ساخته تمام وجودم را، سرایم با پیروزی، سرودهای شادمانی. حمدش گویم، نامش را برافرازم. عشق تو بی‌نظیر است، نام تو چه عجیب است. ای فروغ پرجلال، نورت صدایت ملال. روح تو هادی ماست، شادیت قوت ماست. پرستش از آن توست، ای عیسی بهترین خب جلال خداوند بر همه ایماندارای عزیز و ارجمند و شنونده های عزیز رادیویی که نجات باشه و امیدوارم که روزی نجات برای همه حاصل شود. قلب‌های همه ما برای شنیدن صدای خداوند که میگه فرزندانم من شما رو دوست دارم و من میخوام شما رو محبت کنم آماده باشه. دعای از ما همیشه همینه. از دوستای عزیز و ارجمند من میخواستم در مورد یک موضوعی صحبت کنم و البته رو ضبط کردم، ولی خب دیدم که وقت برنامه اکتفا نمیکنه. شاید اگه وقت کردم ما امروز در لایو بیم و در بایتون در این موضوع صحبت کنم.
چیزی که از خیلی از کسان میان و با برادرای ایماندار، خواهرای ایماندار جدل باز میکنن که ما شما در خداوند ایمان ندارین و عیسی مسیح یک پیامبر بود و او خداوند نبود و یا همچین حرفایی و یا نام محمد در کتاب‌های تورات آمده و شما باید پیرو محمد بشین. خب اولا که باید ما عرض کنیم که همه از بیشتر ماها یک گذشته اسلامی داریم و اطلاعات خوبی از اسلام داریم و نمیخوایم و با تحقیق ما مسیح پذیرفتیم. البته او ما رو پیدا کرد، او واقعا باعث شد که تا ما در محبت عظیم از او پی ببریم و خود فرزند از او بدانیم، نبرده از او. ما شکرگزار از او هستیم و در این حال من میخواستم این آیه ها رو برای همه بخونم، در وقت برنامه اجازه نمیدیه و من مجبورم فقط که عنوان بخونم و خودتان ای را پیدا کنین. خب ما در غزلی از غزلها 5:16 اینا استناد میکنن، شما از 5:15 بخونید و تثنیه 15:18 که وعده یک نبیه که میتونید شما از 18:15 بخونید. من اشتباه گفتم، 18:18 است ولی شما از 18:15 بخونید. از اشعیا 19:12 رو بخونید و یوحنا 14:16 15:26 16:7 16:12 و 14 رو بخونید و توی از این متوجه میشین که برداشت از عزیزان ایه که هر جا کلمه او آمد او خواهد آمد، ای محمده و هر که کسی خواهد آمد، خب این هم حتما که محمده. و حالا استنادهای دیگه که ما هیچ دزو کار نداریم، ما فقط توصیه از ما میه که همه ما بریم و یک بار کلام خداونده بدون تعصب بخوانیم، بدون که بخوایم او رو قضاوت کنیم، فقط بخوانیم. ما او گذشته اسلامی رو بذاریم کنار و ایره یک بار بخوانیم و بعد قضاوت کنیم که کدوم از اینا درسته و کدوم کلام خداونده. لازم نیه که ما با کسی بحث و جدل کنیم برای از این مسائل. خب در ادامه برنامه ما کسر جان خواهیم داشت و احتمالاً در لایو ما درباره از این صحبت خواهیم کرد. فیض مسیح همراهتون باشه. سلام دوستای عزیز، خواهر برادرای گرامی، دوستای غیر ایماندار که صدای ما رو در این لحظه میشنون. خدا رو شکر که فرصت داد که باز در خدمت شما باشیم. عارف جان تشکر، خدا بهت برکت بده، ازت تشکر میکنیم، شکر برای وجودت و شکر برای خدمتت. خدا رو شکر به خاطر فیض عظیمش، به خاطر نجاتش، خدا رو شکر به خاطر فرصتی که امروز به ما داد که در کنار هم باشیم، از کلام خداوند بگیم، صحبت کنیم از خداوند و سبب جلال نام خداوند شویم. از خودش میخوایم که امروز رادیو و این لحظه رو در دست بگیره و او چیزی که خاص اراده خودش هست ما بشنویم و او چیزی که خاص اراده او هست ما به زبان جاری کنیم. دوستای عزیز، ما در خدمت شما هستیم از رادیو نجات برای تمام افغانی زبان ها و فارسی زبان ها و امیدواریم که بتونیم در کنار هم سبب جلال نام خداوند شیم و برکت بگیریم. راه ارتباطی شما با ما آیدی تلگرام یسوع 38 و 38 یسوع 38 38 یا به انگلیسی یسوع 38 38. ما اونجا پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود، شنونده نظرات و پیشنهادات شما خواهیم بود و کدام شهادتی اگر داشتید، شهادت ایمانی خودتان، کدام گفتنی داشتین، ما شنونده شما هستیم. اونجا میتونید برای ما پیام متنی و پیام صوتی بذارید یا حتی پیام تصویری بذارید، ما گوش میکنیم و سعی میکنیم که او را در شهادت‌های شما رو در برنامه رادیو نجات پخش کنیم. ولی باید لطف کنید و زحمت بکشید که برای ما پیام‌های خود را با فرمت MP3 بفرستید. ما منتظر شما هستیم و امروز هم در خدمت شما هستیم با ادامه تعالیمی که داشتیم و درس دوم به امید خداوند پی میگیریم. درس دوم اصل عنوانش شاگردی. تا شما قلم و کاغذ حاضر کنید و کتاب مقدس خودتون حاضر کنید ما برمیگردیم. پادر ما که مهربانی تو،
پدر ما که مهربانی تو، ای که دانم در آسمانی تو، ای که دانم در آسمانی تو، پدر ما که مهربانی تو، پدر ما که مهربانی تو. پادشاهی تو همه آید، در جهان مالک جهانی تو، بر زمین نیز می شود کرده، آن اراده که خود برانی تو، پدر ما که مهربانی تو، پدر ما که مهربانی تو. نان امروز ما بده با کفاف، زان که دارای آبونانی تو، قرضداران خویش بخشیده، هم ببخشا با ما چودانی تو، پدر ما که مهربانی تو، پدر ما که مهربانی تو. در میاور با امتحان ما را، پس ریحان از شریر و جانی تو، ملکوت و جلال و قوت. خب دوستای عزیز، عنوان درس امروز است شاگردی. سعی میکنیم که درس توی 1 یا 2 جلسه ختم کنیم. شما لطف کنید که نوت برداری یادتون نره، چندین بار گوش کنید و نوت برداری کنید تا که با امید خدا برکت بگیرید و ما از حضور شما توی رادیو برکت میگیریم. با مطالعه عهد جدید در میابیم که مسیح فقط به فکر دادن تعالیم کلی در مورد خدا و زندگی اخلاقی و دیندارانه نبود، بلکه او اشخاص را دعوت میکرد تا برای داشتن گام‌های عملی شاگرد و پیرو او شوند، از او اطاعت کنند. او خود تجسم تعالیمی بود که به دیگران میداد و از دیگران میخواست تا در مشارکت با او اطاعت از کلامش و پیروی از او شاگرد او شوند. در واقع شاگردی مسیح نه انتخاب خاص برای نخبگان و روحانیون، بلکه دعوت مشخص است که مسیح از همه به عمل می آورد، که در این درس معنای شاگردی و ابعاد مختلف او را بررسی خواهیم کرد.
دعوت مسیح چی هستم؟ گوش میکنیم با هم و میخوانیم با هم. عیسی مسیح پس از رستاخیز خود از مردگان و پیش از صعود خود به آسمانی مأموریت بزرگ را به شاگردان خود میدهد. متی 28 19 20 برای شما میخوانم. پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم ابن و روح القدس تعلیم دهید و نام پدر یا همون پدر پسر و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده هم حفظ کنید. متی 28 19 و 20. در واقع او به شاگردان خود این مأموریت را میدهد تا همه امتها را شاگردی او بسازند. اما معنای شاگرد چیست؟ پاسخ این سوال را میتوان در آیه بعدی یافت. بر اساس این آیه شاگرد کسی است که آنچه را مسیح تعلیم داده است به جا آورد و حفظ کند. معنای واژه حفظ کردن در این آیه توجه به آنچه که مسیح تعلیم داده و تلاش و جهد در جهت انجام این تعالیم و به جا آوردن آنهاست. اما برای درک صحیح‌تر معنای شاگردی بهتر است به ارتباط مسیح و شاگردانی که در اطراف او بودند توجه کنیم. نخست اینکه شاگرد کسی است که مسیح را می‌خواند تا او را پیروی و اطاعت کند. با هم لوقا 5 27 و 28 می‌خوانیم. سپس عیسی از خانه بیرون آمد و خراجگیری را دید لاوینام که در خراجگاه نشسته بود. او را گفت از پی من بیا. لاوی برخاسته همه چیز را ترک گفت و از پی عیسی روان شد. و همچنین متی 4:19 را می‌خوانیم. ببخشید، مرقس 1:17 را می‌خوانیم که میگه به آنان گفت، مرقس 1:17 به آنان گفت از پی من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت. خب بنابراین این مسیح است که اشخاص را دعوت میکند تا او را پیروی کنند. نکته دوم آن که شاگردان همواره همراه مسیح بودند و در همه جا او را همراهی میکردند و پیوسته شاهد اعمال و خدمات او بودند و پیوسته تعالیم او را میشنیدند و پیوسته در حال آموختن از او بودند. شاگردان همچنین کسانی بودند که از توده‌های مردم متمایز می‌شدند. در واقع توده مردم کسانی هستند که مسیح پیوسته دعوت پیروی از خودش را از آنها به عمل می‌آورد. اما شاگردان کسانی هستند که این دعوت را اطاعت کرده و پیرو مسیح می‌شوند. توده مردم بارها و بارها با دیدن اعمال و معجزات عیسی به دنبال او افتاده و حتی می‌خواستند او را پادشاه سازند که در متی 4:25 میخوانیم. پس جماعت‌های بزرگ از جلیل و دکاپولیس، اورشلیم و یهودیه و فراسوی اردن از پی او روانه شدند. و همچنین در انجیل یوحنا 6:2 باز میخوانیم که گروه بسیار از پی او روانه شدند، زیرا آیاتی را که با شفای بیماران به ظهور میرسانید دیده بودند. خب اما این توده مردم به مسیح وفادار نبودند و در مواردی با سخنان دشمنان مسیح همراه شده و تحت تأثیر آنها دشمن مسیح شدند. میتونید در این باره مرقس 15:11 تا 15 را بخوانید که میگه اما سران کاهنان جمعیت را برانگیختند تا از پیلاطس بخواهند به جای عیسی باراباس را بر ایشان آزاد کنند. آنگاه پیلاطس بار دیگر از آنها پرسید پس با مردی که شما او را پادشاه یهود میخوانید چه میکنید؟ دیگر بار فریاد برآوردند که بر صلیبش کن. پیلاطس از آنها پرسید چرا؟ چه بدی کرده است؟ اما آنها بلندتر فریاد زدند بر صلیبش کن. پس پیلاطس که میخواست مردم را خوشنود سازد باراباس را برای ایشان آزاد کرد و عیسی را تازیانه زد سپرد تا به صلیبش بکشند. پس رابطه شاگردان با مسیح رابطه متفاوت از رابطه توده مردم با وی بود.
شاگردان کسانی بودند که بهایی را برای پیروی از مسیح باید پرداخت نمود در نظر گرفته و حاضر به پرداخت این بها بودند. مسیح بارها به شاگردانش در مورد بهایی که باید برای پیروی از او پرداخت شود سخن گفت. پیروی از او می توانست به معنای ترک خانواده و شغل باشد که می دانیم در متی 9:9، لوقا 5:11 و لوقا 9:62 بخوانیم که من فقط لوقا 5:11 رو برای شما میخوانم که در آنجا میگه پس آنها قایق‌های خود را به ساحل راندند و همه چیز را ترک گفته از پی او روانه شدند. خب پیروی از او میتوانست به معنای طرد شدن از سوی مردم و مورد تنفر آنها قرار گرفتن باشد که میتونیم در لوقا 21:17 بخوانیم که عیسی مسیح میفرماید مردم همه به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت. و همچنین میتونید انجیل یوحنا خدمت عرض کنم 15:19 رو بخوانید که میگوید اگر به دنیا تعلق داشتید دنیا شما را چون کسان خود دوست می داشت، اما چون به دنیا تعلق ندارید بلکه من شما را از دنیا برگزیدم دنیا از شما نفرت دارد. و همچنین پیروی از مسیح حتی می توانست به قیمت از دست رفتن جان شخص نیز تمام شود که آیه مربوط به او را در لوقا 21:16 میخوانیم که میفرماید حتی والدین و برادرانتان و خویشان و دوستانتان شما را تسلیم دشمن خواهد کرد و برخی از شما را خواهند کشت. و در واقع شاگردی مسیح به معنای انکار نفس و آمادگی برای پیروی از مسیح در هر شرایطی است که ما در متی باب 16 آیه های 24 و 25 میخوانیم که سپس رو به شاگردان کرد و فرمود اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید خود را انکار کرده صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من جان خود را از دست بدهد آن را باز خواهد یافت. بله برادران، مسیح شاگردان خود را کسانی می‌داند که او را بیش از هر چیز و هر کسی دیگری دوست دارند و او اولویت نخست زندگیشان است و اگر کسی یا چیزی را بیشتر از او دوست داشته باشند لایق او نیستند که شاگرد مسیح خوانده شوند. میتونیم که در این باره متی 10:37 مطالعه کنیم که می‌فرماید هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد. بله خوار برادران، بنابراین او از کسی که میخواهد او را پیروی کند میخواهد تا از همان ابتدا همه این مسائل را در نظر داشته باشد و سپس تصمیم خود را بگیرد تا مبادا درگیر کاری شود که برآورد درستی از نتایج و عواقب آن ندارد که ما در لوقا 14:28 تا 32 میخوانیم که کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل آن را دارد یا نه. زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا درماند هر که ببیند استهزا کند، مسخره کند، منظور گوید این شخص ساختن بنای را آغاز کرد اما از تکمیل آن درمانده است. و یا کدام پادشاه است که راهی جنگ با پادشاه دیگر شود بی آن که نخست بنشیند و بیاندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند بر رویارویی کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ او می آید؟ و اگر بیند که او را توان رویارویی نیست
آنگاه تا سپاه دشمن دور است سخنگوی خواهد فرستاد تا جویای شرایط صلح شود. خواهر برادرها و همچنین شاگرد مسیح کسی است که تفکر مسیح را دارد که ما در اول قرنتیان 2:16 میخوانیم که زیرا کسی که فکر خداوند را دانسته باشد تا به او مشورت دهد، ولی ما فکر مسیح را داریم و همان فکر خداوند در اوست که در مسیح نیز بود که خیشتن را فروتن ساخت و صورت غلام را پذیرفت و به موت صلیب مطیع گردید. فیلیپیان 2:5-8 که میخوانیم که همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت، او که همزاد با خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام را پذیرفت و شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. و میبینیم که شاگرد مسیح کسی است که خود را غلام و خادم همه میسازد که در مرقس 9:35 میخوانیم و همچنین حاضر است پایهای دیگران را بشورد. در یوحنا 13 میخوانیم که از شام برخاست و ردا از تن به در آورد و حوله‌ای برگرفته به کمر بست، سپس آب در لنگی ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر داشت. و در ادامه یک شاگرد مانند استادش حلیم و افتاده است. متی 11:29 یوغ مرا به دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت. همچنین شاگرد مسیح کسی است که همانند استادش نه خوشی خود بلکه خوشی دیگران را طالب است که در رومیان 15:3 میخوانیم که زیرا مسیح نیز در پی خوشنودی خود نبود، چنان که نوشته شده است توهین‌های اهانت کنندگان تو بر من فرود افتاده. و همچنین شاگرد مسیح بارهای سنگین دیگران را متحمل می شود که در غلاطیان 6:2 میخوانیم که بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که این گونه شریعت مسیح را بجا خواهید آورد. همان گونه که در زندگی مسیح صلیب نقش اساسی و محوری داشت، شاگرد مسیح نیز کسی است که صلیب برای وی نقشی اساسی و محوری ایفا می‌کند. کسی که می‌خواهد شاگرد مسیح باشد باید صلیب خود را برداشته و مسیح را متابعت کند که در متی 16:24 می‌خوانیم که سپس رو به شاگردان کرد و فرمود اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید خود را انکار کرده صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید. بله خواهر برادرها، یعنی او باید هر روز نفس خود را انکار نموده و همیشه آماده باشد تا جان خویش را فدای خداوندش سازد. مسیح فرمود چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم. یعنی همان گونه که او کاملا مطیع پدر بود و فرستاده شد تا مأموریت یا که پدر برایش در نظر داشت و جا آورد، او نیز شاگردانش را میفرستد تا مأموریتی را که او برایشان در نظر گرفته انجام دهد. آنان باید در انجام این مأموریت کاملا مطیع استادشان باشند و همان گونه که او در انجام مأموریتی که پدر برای او در نظر گرفته بود حتی جانش را نیز مضایقه نداشت، شاگردان او نیز باید آماده انجام هر گونه فداکاری و از خود گذشتگی برای تحقق مأموریتشان باشد. خواهر برادرای عزیز، درس امروز همینجا تمام شد. لطفاً چندین بار درس گوش بدید. با امید خداوند که برکت میگیرید. در آخر از خداوند میخوایم که زندگی های ما را ای خداوند عیسی مسیح تو در دست بگیر. روح القدس در زندگی های ما تو نقش ایفا کن و از تو ما اجازه میدیم که تو کارگردان زندگی ما تو باشه. ای روح القدس، ای روح القدس زندگی های ما را تو در دست بگیر که سبب جلال نام خداوند عیسی مسیح شوی. شکر برای وجودتان. تا هفته بعد همین ساعت. خدا نگهدار.